تا حالا شده موقعی برنامه ریزی برای کارهاتون تنبلی کنید یا وقت این رو نداشته باشید که حالا توی دفتر برنامه ریزیتون یا توی حالا تقویم گوشتون برید کارا رو اضافه کنید، یا اینقدر مشغله دارید که حواستون به این مورد نیست که من باید برنامه هام رو هی بچینم آپدیت کنم حالا توی دفترم یا توی تقویم گوشی. که حالا اگر توی دفتر می نویسید، ژورنال می کنید، دفتر برنامه ریزی دارید، کار نسبتا زمانبریه برای افرادی که مشغله بالایی دارن. بالاخره یه سری روزا میاد که همه ما مشغلمون انقدر بالاست که اصلا ذهنمون سمت این نمیره که بخوایم برنامه ریزی کنیم یا برنامه هامون رو بنویسیم و همینجوری تو ذهنمون خودمون میچین. و این مورد یک سری جاها یک سری مشکلاتی ایجاد میکنه. به عنوان مثال فکر کنید یکی میخواد ازتون وقت قبلی بگیره. اگر برنامه‌تون مکتوب باشه خیلی راحت میاد باهاتون صحبت میکنه، میگید آره مثلا این تایم برای من ساعت 7 تا 9 خالیه. اون تایم رو میدید به اون فرد و اون کاری که باید مشترک انجام بدید رو انجام. و یه سری مشکلات دیگه مثل اینه که ممکنه فراموشی بگید. اگر اینا رو ما تو ذهنمون چیده باشیم ممکنه برنامه هامون یهو به هم بریزه. اون وسط ما یه فعالیت داشته باشیم ولی انقدر مشغله جلو حواسمون به کارها با اولویت های بالاتر پرته اون مورد رو فراموش کن. در راستای حل این مشکل من اومدم یک دستیاری ساختم به اسم My Life AI Assistant. همینطور که از اسمش پیداست این دستیار و این هوش مصنوعی ما زندگی ما و برنامه های ما رو مدیریت میکنه. یا تا حالا بزرگترین پروژه‌ایه که خودم زدم و کلا انگیزه من از حالا یادگیری نیتن همین مورد بوده. وقتتون رو بیشتر از این نمیگیرم، سریع بهتون این بات رو توضیح بدم بخش فنیش چطوری کار میکنه و چطوری کمک میکنه این مواردی که گفتیم رو حل کنه و در مدیریت زمان ما کمک کنه. در بخش فعال سازی شما یک ایف میبینید، یک شرط میبینید، یک مورد رو بررسی میکنید. آیدی که به این بات پیام داده آیا آیدی تلگرام من بوده یا آیدی یک فرد دیگه؟ اگر این جواب درست یا ترو در بیاد، یعنی آیدی من بوده که به این بات پیام داده، وارد بخش اصلی میشه. در بخش دیگه بررسی میکنه که آیا من پیامی که بهش دادم به صورت متن یا صوت. اگه به صورت متن باشه که فرآیند خاصی نداره، سریع به بخش AI agent وصل میشه، کارها رو انجام میده و به اون پاسخ میده. اگر پاسخ ورودی صوت باشه به صورت فایل، API ما دریافتش میکنه، متنش رو استخراج میکنه و متن استخراج شده رو تحویل به AI agent میده. در بخش مدیریت کارها و اضافه کردن کار چه اتفاقی میفته؟ بیایید مورد به مورد بررسی کنیم. مدل زبانی. در بخش مدل زبانی API ما قرار داره، مغز متفکر دستیار ما قرار داره که کارها رو بررسی میکنه، تفکر میکنه و ما خروجی میده. و در بخش طول کارکرد اصلی بات رو داریم، در واقع اضافه کردن فعالیت، حذف کردن یک برنامه یا فعالیت و خواندن برنامه‌های روز کاری ما. بعد از اینکه همه این موارد توسط ورکفلو و برنامه ما بررسی شد، یک خروجی به ما میده که حالا بستگی به کاری که خواستیم اون خروجی متفاوت. حالا جلوتر کارکرد عملی بات رو بهتون نشون میدم. حالا ما اینجا یک ایف داشتیم. اگر جواب این ایف فالس بود چه اتفاقی میفته؟ توی یکی از مواردی که اشاره کردم این بود اگر کسی بخواد از همون وقت قبلی بگیره مجبوریم ما به دفترمون اتکا کنیم که حالا این ممکنه زمان بر باشه. شاید ما اون موقع حضور نداشته باشیم که جواب تلفن یا اون فرد رو بدیم که
وقت قبلیش رو با ما وقتی جلسه رو با ما ست کنیم. در این صورت این بات وجود داره. شما آیدی این بات رو حالا توی دسترس میذارید که هر کی خواست ازتون وقت قبلی، وقت جلسه یا حالا زمانی ازتون بگیره تو این بات و برنامه‌تون اضافه کنه. اینجا هم مثل بخش اصلی 2 تا بخش داریم. اگر صوت داد که صوت رو دریافت به صورت فایل دریافت میکنه، متن رو استخراج میکنه و تبدیل و تحویل AI ایجنت میده. اگر تکست بود که تکست رو مستقیما دریافت میکنه و شروع میکنه انجام کارها روش. در این بخش چند قابلیت داره اون فرد متفرقه ما. 1 ساخت ایونت و 2 خواندن ایونت ها. یعنی فقط میتونه برنامه روز شما رو ببینه. اگر وقتی اون ساعت خالی بود میتونه اون کار رو برای شما و اون شخص ثالث رزرو کنه. و این بود از بخش فنی ربات ما. بریم سراغ بخش عملی. خب این باتی که داشتیم قبلتر راجع به بخش فنیش توضیح میدادیم. دستیار من بهش پیام میدیم، استارت میکنیم بات رو، بهمون سلام میگه، خودشو معرفی میکنه و میگه چه کاری میتونم برای شما انجام. برای مثال میگیم امروز چه کار دارم. میگه امروز هیچ برنامه‌ای تو تقویمت نداری، اگر میخوای اضافه کنم بگو. حالا ما تو این بخش صوتی باهاش صحبت کنیم، بالاخره سریعتر از اینه که میخوایم تایپ کنیم. حالا اینقدر رسمی و کاملم نمیخواد ولی بهتر. البته بگم که شما باید تمامی موارد رو درج کنید. تایتل، تاریخ و ساعت. هر کدوم از اینا رو ناقص بگید کارو برای شما اضافه نمیکنه. یه مثال براتون بزنم. میگه چه عنوانی دوست دارم برای این برنامه بذارم، موضوعش چی. حالا این موضوعشو بگی، تاریخو نگی، به تاریخ گیر میدی. حالا برای مورد بعد که میخوایم تست کنیم، بخش